به فصل پاییز و سرما که میرسیم، فصل انداختن انواع ترشی‌ها و سالادهای مختلفه که یکیش میتونه همین ترشی مشهدی یا ترشی گوجه باشه که به قول یکی از بچه‌ها این اصل ترشی و بقیه ادای در میارن. درست کردن از این ترشی خیلی راحته، فقط چند تا نکته مهم داره که حتما باید رعایت کنید تا ترشی شما کپک نزنه. داخل از این ترشی خیلی چیزا میتونه بندازی، مثل گلپی یا به قول مردم ایران گلکلم، هویج، بادمجون، کرفس، سیر، فلفل تون، سبزی تازه، کلمبرگ یا یه سه چیزای خاص دیگه هم داخل از این ترشی میتونه بندازین غیر از پیاز و خیار، به خاطر که آب داخل این دو تا سبزیجات با آسونی خوش نمیشه و ترشی شما خراب میکنه. همه مخلفات ترشی خوب بشورین و روی پارچه خشک پهن کنید. حداقل 2 روز باید این مخلفات ترشی روی پارچه پهن باشه تا کاملا خشک بشه و آب گرفته بشه. حالا که میریم برای درست کردن آب گوجه این ترشی خوشمزه. بانجور رومیا یا به قول مردم ایران گوجه فرنگی داخل مخلوط کن بندازین تا خوب بلند بشه. همگی بریزین داخل یک دیگ کلونی، نمک کرانبری اضافه کنین و زیر دیگ روشن کنین. وقتی آب گوجه به جوش آمد، زیر قابلمه کم کنین، بگذارین تا با حرارت متوسط 10 تا 15 دقیقه آب گوجه بجوشه ولی تبدیل به رب نشه. به همین غلیظت که برسه کافیه، یعنی نه خیلی شل باشه و نه خیلی سفت مثل رب. بعد بذارین کنار تا کاملا آب گوجه سرد بشه. این هم از مخلفات داخل ترشی که 2 روز روی پارچه پهن بوده و کاملا خشک شده. نکته اصلیش هم همینجاست که آب این سبزیجات باید کاملا خشک بشه وگرنه ترشی شما کپک میزنه و آب گوجه هم باید کاملا سرد بشه وگرنه سبزیجات له میکنه. به داخل آب گوجه حتما یک کم سرکه سفید باید بریزین که ماندگاری ترشی رو بیشتر کنه. مثلا من 10 کیلو آب گوجه له کردم که بری تقریبا 1 کیلو سرکه اضافه کردم. سبزی تازه هم حتما 2 روز بعد روی پارچه پهن بشه تا اونم کاملا خشک بشه. بعد مقدار قیمه کنین و همه مخلفات داخل آب گوجه بندازین. کمی سیاه دونه فراموش نکنین که ترشی شما خوشمزه تر میشه. نمک ترشی اصلا نباید کم باشه، اسم روی سالاد شور، پس بعد یک مقداری از حالت عادی یک کوچولو شورتر باشه تا بعدن که مواد میرسه نمک به خود جذب میکنه و نمک ترشی شما اندازه میشه. ترشی که با هم مخلوط کردین بگذارین تا 1 روز داخل همون ظرف بمونه و بعد میتونین داخل دباهایی که از قبل کاملا شستین و خشک کردین بریزین. دبای ترشی به 2-3 ساعت حالت وارونه بگذارین تا هوای اضافه داخل ترشی خارج بشه. این هم از نکته های اصلی درست کردن این ترشی خوشمزه.